عرض معذرت از وقفه‌ای که پیش اومد. دفعه قبل حالا برنامه خورده قاطی کرده بود، ران نشد. حالا گفتیم که این میشه خروجی قسمت ارور CP، این هم میشه خروجی قسمت جینوتایپیک SSTP. این هم که ما میایم تعداد رپلیکیشن یا بلوک و تعداد جینوتایپ رو اینجا ما می‌نویسیم و در نهایت ما میایم برنامه رو ران میکنیم. خب با ران کردن برنامه توی خروجی اول وی کوو جی نشون داده میشه. این وی کوو جی یعنی واریانس کوواریانس ژنتیک. توی قسمت پایین تر هم جینوتایپیک کورلیشن نشون داده میشه که کل 1 رو 1 نشان دهنده به اصطلاح شماره متغیر هست، همین x1 x2 تا آخر، x1 x2 تا آخر. اینا میشه همبستگی برای هر کدوم از متغیرها و به هر حال بقیه هم میشه همبستگی بین متغیرها. مثلا این یکی، این همبستگی بین متغیر x1 و x2 هست و به همین ترتیب. اینجا همبستگی ژنتیکی رو ما میتونیم راحت به دست بیاریم. خب با تشکر از توجه.